سلام دنسر عزیزم، خوش اومدید به کلاس فلوربار 2. خب برای وارماپ اولمون دراز میکشیم روی مت، زانوی پای راست رو خم میکنیم و سعی میکنیم به قفسه سینه نزدیکش کنیم. حالا پای راست رو به سمت پای چپ میچرخونیم و سعی میکنیم کتف سمت راست رو روی زمین نگه داریم. دقیقاً توی همین حالت زانوی پای راست رو صاف میکنیم. توی این حرکت باید یک کوچولو کشیدگی پشت کمر، کتف و پشت عضلات پا را حس کنید. دوباره برمیگردیم حالت اول و پا رو توی سینه جمع میکنیم. توی همین حالت سعی می‌کنیم زانو رو صاف کنیم و کشیدگی پشت پا رو حس کنیم. تو این حالت من دوست دارم مچ پامو حرکت بدم چون که خیلی کمک می‌کنه به باز شدن عضلات پشت پا. حالا پا رو میاریم روی زمین و با پای مخالف همه اون حرکتایی که گفتم تکرار می‌کنیم. حالا میخوایم کمر رو خمیده کنیم و با دستامون یک کوچولو سرمون رو به سمت پایین فشار بدیم. توی همون حالتی که نشستیم کمر رو صاف میکنیم و با یکی از دستها سرمون رو به سمت چپ یک کوچولو فشار میدیم. دست مخالف میتونه روی زمین قرار بگیره که کشیدگی رو بیشتر حس کنیم. جهت سر عوض، دست ها عوض. حالا میخوایم به شکم روی مت بخوابیم و حرکت کبرا رو انجام بدیم. اگه این حرکت زیادی سخته براتون میتونید یک کوچولو خم کنید کمرتون رو. توی این حرکت لگن نباید از زمین جدا بشه. سعی میکنیم شونه ها از گوش هامون فاصله داشته باشه. فراموش نمیکنیم که نفس بکشیم. دم، بازدم.
حالا هر جور که راحتید میشینید، دست‌ها به حالت موازی با سطح زمین، شونه‌ها رو تا جای ممکن از گوش‌ها فاصله بدین و پوش کنین پایین. کف دست رو به زمین و 30 ثانیه اینو نگه می‌دارید. این حرکت با اینکه خیلی ساده به نظر میاد ولی واقعاً کمک می‌کنه واسه عضله‌سازی بازوها. حالا دقیقا همون حرکت با کف دست رو به سقف، شونه ها رو میدیم پایین. کف دست رو به زمین و پالس‌های کوچیک از بالا به پایین انجام میدیم. اصلا مهم نیست که این حرکت بزرگ انجام بشه. ما میخوایم توی یه رنج خیلی محدود، شاید 10 سانتی متر فقط، این حرکت بالا به پایین رو انجام بدیم. دقت کنید حتی اگه دستاتون خسته شد، هیچ وقت سعی نکنید که شونه ها رو به سمت بالا متمایل کنید. همیشه کتف عقب و شونه ها پوش میشه به سمت پایین. جهت کف دست رو به سقف و همین رو تکرار میکنیم. یادمون نره نفس بکشیم. کف دست رو به رو. میخوایم همون حرکت پالسی جلو به عقب انجامش بدیم. کمر رو صاف نگه دارید. کتف به سمت عقب قوز نمی کنیم. کف دست رو به عقب و همین حرکت رو تکرار میکنیم. کف دست رو به دو طرف و میخوایم از کتفمون دایره های کوچولو کوچولو توی فضا بکشیم. اگه شونه ها رفته بالا دوباره هولشون میدیم پایین. خوشگله. حالا جهت دایره رو عوض میکنیم. لازم نیست که دایره ها بزرگ کشیده بشه، هم که عضلات دست منقبض و اکتیو باشه خودش کافیه.
ممکنه حتی از ناحیه کتف احساس سوزش بکنید و این کاملا طبیعیه. خب من اینجا زرتم در اومد. امیدوارم که حال شما بهتر از من باشه. خب بریم حرکت بعد. حالا به حالت تیبل تاپ پوزیشن، به اصطلاح یوگا، میستیم، زانوها و کف دستا روی زمین، با یکی از پاها با زانوی خم میخوایم بریم عقب و بغل. سعی میکنیم که زاویه 90 درجه زانوها رو حفظ کنیم. حتما مراقب باشید که نه کمر رو گود کنید نه کمر رو خمیده. پشت ما باید قوی توی یک خط صاف قرار بگیره. شکممون تو این حالت حتما باید منقبض باشه. واسه دستامون کتف‌ها باید بیشترین فاصله رو با گوشا داشته باشن و آرنج‌ها باید صاف باشن. یه پاسچر قوی و مسلط. این تمرین برای گرم کردن لگنمون خیلی موثره و ما رو آماده میکنه به تمرینات ترن اوت از لگن که بعد از این خواهیم داشت. حالا بریم پای مخالف. حالا میخوایم دراز بکشیم رو به شکم و یکی از پاها رو با زانوی خم میاریم بالا و کف پا رو از ناحیه لگن میخوایم روتیت کنیم بالا پایین. این حرکت خیلی کمک میکنه به داشتن ترن اوت های بهتر. پای مخالف. به پشت دراز بکشیم. با پاهای پوینت و ترن اوت میخوایم بریم بتمان تاندو، فلکس، پوینت، برگشت. دقت کنید که پای سپورتیو اینجا قراره کاملا منقبض باشه. زانوی پای سپورتیو انگار پیچ شده روی زمین. اگه پاشنتونم از روی زمین فاصله میگیره دیگه چه بهتر. پای اکتیو، زانو کاملا قفل. حالا میخوایم با همون پا بریم بتمان تاندو ساید، فلکس، پوینت و برگشت.
پا با یک فاصله از زمین این تمرین رو انجام بده. ما میخوایم که این پا واقعا اکتیو باشه و کار کنه. اگه روی زمین بکشید این پا رو و از زمین کمک بگیرید، اون نتیجه که میخوایم اون تمرین به ما نمیده. و اینکه لگن نباید به سمت بالا متمایل بشه. هر دوتا باسن باید به زمین چسبیده باشه. توی این حرکت هم زانوها کاملا قفله. این دوتا حرکت رو با پای مخالفم بریم. رو به شکم دراز بکشیم و بعد مونتاندوی بک با فلکس پوینت میریم و برمیگردیم. توی این تمرین هم میتونه کمرتون گود باشه، هم میتونید خیلی راحت به شکم روی زمین دراز بکشید. پاها ترن اوت، هنوز هم زانوها قفلن. در طول تمرین نفسهای عمیق میکشیم. حالا توی همون حالت بدن بعد مونتاندوی ساید رو میریم. دوباره پا از زمین فاصله داره و پا رو روی زمین نمیکشیم. میخوایم مقاومت وزن پا رو حس کنیم. پای مخالف بعد مونتاندوی بک. بعد مونتاندوی ساید، فلکس، پوینت، برگشت. و این تمرین بعد من ترجیح میدم جوراب پام باشه چون راحت تر باعث میشه که پام سر بخوره روی زمین. میخوایم به پشت دراز بکشیم و بریم دمی پلیه تا جای ممکن زانوها رو به زمین نزدیک میکنیم و تمرین ترن اوت پا رو انجام میدیم. دوباره خیلی آهسته برمیگردیم. این تمرین اصلا هیچ عجله‌ای لازم نداره.
حالا رو به شکم دراز میکشیم و دقیقاً همون تمرین دمیپلیه رو تمرین میکنیم. سعی میکنیم تا جای ممکن لگن از زمین فاصله نگیره. تا جای ممکن زانوها رو میاریم بالا، در این که همه هدفمون اینه که پنجه‌های پا به زمین نزدیکترین حالت رو داشته باشن. حالا بدن رو به حالت پلنک میاریم. یکی از پاها پوینت به حالت ترن اوت خم میشه، صاف میشه. دقت کنید که واسه پلنک باز هم کمر گود یا خمیده نیست. بدن باید در راستای یک خط صاف قرار بگیره. شونه ها از گوش بیشترین فاصله رو دارن. دست ها قوی، سعی میکنیم تعادلمون رو حفظ کنیم. پای ساپورتیو زانو رو سفت میکنه. بریم مثل پای مخالف. حالا میخوایم به پشت دراز بکشیم. پاها به حالت 90 درجه به بدن میاد بالا، ترن اوت و یکی در میون پاها با زانو صاف روبروی هم دیگه قرار میگیرن. زانو کاملا صافه و حرکت از لگن اتفاق میفته. حالا توی همین حالت بدن پاها رو تا جای ممکن از هم باز میکنیم و یه در میون با پای پوینت زانوها رو خم میکنیم، صاف میکنیم. این تمرین کمک میکنه به انعطاف عضلات داخلی ران پا. حالا میخوایم به پشت دراز بکشیم. بدنمون حسابی گرمه، پاها پوینت. با یکی از پاها به سمت بالا ضربه میزنیم. تو این تمرینات خیلی مراقب باشید که احساس ناخوشایندی نداشته باشید. چون این حرکت ضربه‌ایه و اگه حواسمون نباشه میتونه آسیب بزنه به بدنمون. مثلا ممکنه یه چیزی تو بدنتون پاره شه. ولی اگه حواستون باشه که بدنتون الان چه حسی داره نسبت به این حرکت، کاملا خودتون میتونید میزان ضربه رو کنترل کنید. حالا به بغل دراز میکشیم. با همون پا از لگن پا رو ترن اوت میکنیم و به سمت بغل ضربه میزنیم.
حالت تیبل تاپ پوزیشن همون پا ضربه عقب رو داریم، سعی می‌کنیم پا رو پوینت نگه داریم، بالا تن قوی. همه این ضربه ها رو با پای مخالف هم انجام بدیم. ضربه بغل، تیبل تاپ پوزیشن و ضربه عقب. بازم به پشت دراز میکشیم. یکی از پاها رو سعی میکنیم تا جای ممکن به خودمون نزدیک کنیم. برای این کار میتونید از یک کش ورزشی هم کمک بگیرید. کشش روبرو پای مخالف، حالا میخوایم بریم کنار یه دیوار، باسن رو بچسبونیم به دیوار و تا جایی که میتونیم و راحتیم پاها رو از همدیگه باز کنیم. اینجا من 30 ثانیه گذاشتم، ولی معمولا این حرکت رو طولانی تر هم میتونید نگه دارید. شده که من یه ربعم این حرکت رو نگه داشتم. کم کم پا خودش رو باز میکنه. این حرکت اگه لازمه که پاهاتون رو ماساژ بدید، حتما انجامش بدید. هر چیزی که به شما کمک میکنه توی راحتی بیشتری این حرکت رو انجام بدید، حتما انجامش بدید. مثلا من دوست دارم پامو ماساژ بدم، دوست دارم مچ پامو حرکت بدم، دوست دارم نفس عمیق بکشم، بعضی موقعم دوست دارم کتاب بخونم که حواسمو پرت کنم. از تیبل تاپ پوزیشن زانوها رو تا جای ممکن است فاصله میدیم، لگن رو میدیم عقب و اصطلاحاً این چایلدز پوز رو 30 ثانیه نگه می‌داریم. بعد یه کوچولو حس کشیدگی همراه با آرامش توی لگنتون حس کنید. حالا یکی از پاها رو با زانوی خم به این شکلی که می‌بینید روی یکی از پا قرار میدیم و به سمت جلو خم میشیم که عضلات پشت پا رو ریلکس کنیم.
پاها رو جابجا کنیم و بریم جلو. و اینم از این. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. ممنون که با لایک و سابسکریپشن منو حمایت میکنید. توی ویدیو بعد میبینمتون. خب چی باید کار کنیم؟ warm up stretch 1 stretch to passe next stretch و کبرا. موهام اینجاست بعد یه خط سیاه اومده اینجا. اگه این شاخه زد بیرون باز باید بهم بگی. خب این بیپ اینو میخواستم قایم کنم پشت اون تو دوربین اینایی دیده میشه. میتونی آمادش بدی من هر مقاسی هاشون میکنم. خوش اومدید به کانال بلانشرینا.